بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص اسناد اقرارنامه صحبت می‌کردیم. نکات تکمیلی و پیشرفته‌ای که در بحث اسناد اقرارنامه مطرح میشه رو در این سلسله جلسات داشتیم با هم مرور می‌کردیم. حق الثبت و حق التحریر اقسام اقرارنامه‌ها رو به تفکیک در حالت‌های مختلف خدمتتون گفتم. نکات کاربردی که در خصوص اقرارنامه‌های مهریه بود در چندین جلسه به تفکیک با خیلی از موضوعاتی که در بحث اقرارنامه‌های مهریه مطرح میشد به صورت خیلی مفصل، دقیق و جز به جز خدمتتون نکاتش رو گفتم. مستندات و مصادیق راجع به اقرارنامه اصلاحی و اینکه در چه مواردی ما میتونیم این اقرارنامه‌ها رو تنظیم کنیم همراه با مثال‌ها و نمونه‌هایی در چندین جلسه این موارد همه بحث شد. مصادیق تسجیل سند عادی که به موجب اقرارنامه صورت میگیره و موارد منع اونها با نمونه‌های عینی و دقیقی که از این موارد وجود داره و بیشتر حساس هست رو خدمتتون گفتم. راه حل‌هاش رو هم خدمتتون ارائه دادم. راجع به اقرارنامه‌ای که با وکالت تنظیم میشه هم صحبت کردیم. راجع به تأثیر رأی وحدت رویه 847 در بحث تنظیم اقرارنامه‌ها صحبت کردیم. راجع به اقرارنامه اخذ ثمن نکاتی وجود داشت که خدمتتون گفتم و دغدغه‌ای که در این زمینه وجود داره و راه حل اون رو با هم مرور کردیم. راجع به اقرارنامه‌هایی که از طرف موکل یا وکیل در دفاتر اسناد رسمی گرفته میشه هم بحث کردیم. اقرارنامه رجوع از وصیت با حالت‌ها و شرایط مختلفی که در این نوع اسناد اقرارنامه مطرح میشه صحبت کردیم. یک بحث دیگه ای که مطرح شد راجع به بی اثر کردن سند اقرارنامه رسمی هست که آیا ممکن هست، چه راه حلی وجود داره و اگر بخوان یک اقرارنامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده رو بی اثر کنن، فسخ کنن، باطل کنن، منحلش کنن، آیا ممکنه یا نه، چه راه حلی داره صحبت شد. اقرارنامه‌هایی که توسط ولی تنظیم میشه، اقرارنامه‌های دفتریار در مورد حق و حقوقش و اسقاط حقش. راجع به اقرارنامه‌هایی که جهت ارائه به دارایی ارائه میشه، اقرارنامه عدول از شهادت، اقرارنامه‌های رسمی دریافت حقوق چه آثاری دارن، چطور تنظیم میشه و چه روش‌هایی بهتر هست برای تنظیم این نوع اسناد. اقرارنامه رد ترکه و اثرش رو بحث کردیم و نهایتاً بحثمون رسید به اقرارنامه بهای سمنیه. در خصوص اقرارنامه بهای سمنیه هم نکات مختلفی رو خدمتتون گفتم در جلسات قبل راجع به اقرارنامه سمنیه‌ای که زوجه قرار هست در خصوص ماترک متوفا که بازداشت هست این اقرارنامه رو تنظیم کنه صحبت کردیم. راجع به اقرارنامه زوجیه از سرقفلی صحبت کردیم که آیا اصلا میشه سهم الارث زوجه رو از سرقفلی در قالب اقرارنامه تنظیم کرد یا لزوما باید در قالب سند صلح باشه. مستندات قانونی و راه حل ها رو خدمتتون گفتم. در این جلسه میخوام راجع به این سوال صحبت بکنم که اگر ورثه زوجه بخوان بابت سهم الارثی که از زوجه به اونها ارث میرسه سندی در دفترخونه تنظیم کنن، در چه قالب باید باشه؟ سوال رو با یک مثال اول خدمتتون میگم و بعد راه حل رو طبق معمول با هم مرور خواهیم کرد. فرض کنین آقای الف فوت کرده. در زمان فوت آقای الف یه ملکی از خودش به جا گذاشته که این ملک 3 دانگش به نام خود آقای الف بوده، 3 دانگ دیگهش به نام همسر آقای الف بوده، به نام زوجه آقای الف بوده. حالا بعد از مدتی این زوجه هم فوت میکنه. حالا ورثه زوجه آقای الف چه سندی باید تو دفترخونه تنظیم کنن؟ مثلا بین ورثه زوجه مادرش قصد داره سهم الارثش رو تکلیفش رو روشن کنه، ما باید تو دفترخونه چه سندی تنظیم کنیم؟ دوستان حالا این مثال رو من باز با شکل هم خدمتتون گفتم. فرض کنیم آقای الف تو سال 1400 فوت کرده، 11/11/1400 فوت کرده. ورثه حین الفوت آقای الف ما یکی همسرش هست یعنی زوجه متوفا هست، یک پسر و یک دختره. بعد از آقای الف همسرش هم فوت میکنه، سال 1401 زوجش فوت میکنه، پس در تاریخ 11/1/1401 زوجه آقای الف نیز فوت میکنه. ورثه این خانوم مادر و پدر و یک دختر و یک پسر هست که این دختر و پسر با آقای الف یکسان هستن. حالا ما اگر بخوایم سندی تنظیم کنیم در خصوص این مثالی که خدمتتون گفتم باید تفکیک قائل بشیم بین اون 1/8 که از همسرش ارث میبره،
با اون سدانگی که ملکی خودشه، به وراثت از زوج نیست، ماترکی که خود زوجه مالک بوده و به اصطلاح موروثی زوجه نیستش. در خصوص اون 1/8 که زوجه از همسر خودش یعنی از آقای الف ارث می برده، خب ما باید ولو اینکه مادر میخواد این سند رو تنظیم بکنه، باید اقرارنامه ثمنیه یا صلح ثمنیه تنظیم کنیم. اما در خصوص اون قسمتی که ملکی این زوجه بوده، موروثی نبوده، تنظیم اقرارنامه دیگه موضوعیت نداره. پس ما در این موارد باید بچه‌ها تفکیک قائل بشیم. درسته که سهم الارث مادر، سهم الارث پدر و فرزندان از اصل ماترک هست. حالا چون مثال ما مادر بود، من مادر رو اینجا آوردم. درسته که سهم الارث مادر از عین حساب میشه، از اصل حساب میشه، از کل ماترک ارث میبره، نه از قیمت و بها. در کنار سایر شرکا شریک هستش و سهم الارث مادر از قیمت و بها محاسبه نمیشه. اما چون داره سهم الارثش در 2 حالت تقسیم میشه، یعنی یک قسمتش موروثی زوج است و یک قسمتش ملکی زوج است، شما باید 2 تا سند تنظیم کنید. اون قسمت از سهم الارث مادر که از محل سهم الارث دخترش از آقای الف هست، شما باید یک سند اقرارنامه تنظیم کنید نسبت به 1/6 از بهای ثمنیه عرصه و اعیان سدانگتون. حالا بعضی از دفاتر اقرارنامه تنظیم میکنن، بعضی از دفاتر صلح تنظیم میکنن، فرق نمیکنه. ولی مهم این است که بابت اون میزانی که از همسرش ارث میبرده، شما باید اقرارنامه بهای ثمنیه یا صلح بهای ثمنیه تنظیم کنید. اگرچه که اگر همه ورثه با هم حضور پیدا کنن، خب شما همه این اقرارنامه رو در این اقرارنامه اسم همه ورثه زوجه رو با عنوان مقررین قید میکنید و مینویسین تمام بهای ثمنیه عرصه و اعیانی که از این سدانگ به این زوجه میرسه رو اینها اقرار میکنن. حالا به شرح شرایط متون حقوقی که مفصلا در بسته دوم خدمتتون گفتم. اگر هم ورثه مجزا بیان به هر علتی، هر کدوم از اونها باید مجزا نسبت به سهم الارث خودش اقرارنامه مجزا تنظیم کنه به میزانی که ارث میبره. مثلا مادر 1/6 تو این مثالی که الان خدمتتون گفتیم ورثه زوجه مادر پدره، یه دختره و یه پسره. مادر 1/6 میبره، پدر 1/6 میبره، دختر و پسر هم که دختر بخش پسر بخش و به قرابت مابقی ماترک رو ارث میبرن. پس در خصوص اون قسمتی که این زوجه از محل سهم الارثش از آقای الف ارث میبرد، هر کدوم از ورثه به نسبت سهم الارث خودشون باید اقرارنامه تنظیم کنن. اگر هم با هم اومدن که ما طی یک اقرارنامه سهم الارث همه اونها رو میتونیم اقرارنامه تنظیم کنیم. اما در خصوص اون مقداری که سهم ملکی این زوجه هستش، یعنی سهم ملکی خودش هست و دیگه سهم الارثیش از آقای الف نیست، باید بعد از اخذ استعلامات قانونی، حالا اگر ملک مسکونی داخل محدوده شهریه، خب یه سری استعلامات میخواد، خارج از محدوده است، کاربریش تجاریه، بر حسب اینکه اون ملک دارای چه استعلاماتی هست، استعلامات قانونی رو باید بگیریم و بعد سند انتقال باید تنظیم بشه و دیگه تنظیم اقرارنامه در این موارد موضوعیت نداره. پس یک نکته‌ای که ظریف و حساس هست و در این مبحث میخواستم خدمتتون بگم، در خصوص مواردی هستش که متوفای ما دارای یه زوجه هست و بعد از مدتی زوجه هم فوت میکنه و زوجه متوفا خودش هم یک سری املاک موروثی از همسرش داره، یه سری املاکی هم هست که غیر موروثیه، مال خود همین خانم هست. در مورد این نوع اسناد شما باید دقت کنید که با توجه به اینکه ورثه ممکنه حالا بعضا مشترک باشن، یا ما همیشه گفتیم مادر از اصل میبره، پدر از اصل میبره، دختر و پسر از اصل ماترک میبرن، این موارد خاص، این ظرافت رو اگر تو ذهنتون جا بیفته دیگه هیچ وقت مشکلی براتون به وجود نمیاد. میخواستم این نکته حساس و ظریف رو در این موارد خدمتتون بگم. ممنونم که گوش دادید. خدا نگهدار.